برادر السلام علیکم برادر جان چه خیلی که میدونید تیم تاجیکان لندن یعنی که تیم خشونت شده است و میبینید تمام برادرایی که تاجیک و تاجیک زبانای هستند که تیم تشکیل کرده است و این فخر ما مردم تاجیک است که بیرون از وطن و بیرون از کشور ما چنین تیم های بزرگ ساخته هستیم و همه چیز از زینه های پایان سر میشه. با چه خیلی که میبینید برادر ابوبکر سلام علیکم برادر جان این تیم با تاجیکان لندن یعنی که تیم تاجیکان انگلیسی که تشکیل کرده هستند. این برادر صاحب گروپ هستند یعنی که در اینستاگرام شبکه‌های اینستاگرام باشد تلگرام باشد گروپ خودشون کشیدگی هستند و حرکت میکنیم که تمام معلومات هایی که برای شهروندانی که در داخل بریتانیا هستند و شوق و رغبت زیاد دارند برای در بازی‌های لیگ چمپیونی باشد که بازی‌های خود که در بین برادرها میشن در بریتانیا یعنی که معلومات از برادر ابوبکر بگیرن و چه خیلی که میبینید برادرهای تاجیک با این قینی نگاه نکرده و تشکیل کرده هستند که تیم تاجیکان انگلیس که تیم تاجیکان لندن و این حال میبینید بازی کرده هستند بین دسته‌های خودشون. و برادر ابوبکر شما میتونید یگان سخن بگین و چی سخن گفتنی دارین؟ این بازی حوزه تمرین است. ما همه این چیز از اول از بازی بین یکدیگر سر شد. همین در تلگرام گروه تشکیل کردیم، بچه‌ها را فایرال کردیم، بازی بین یکدیگر بازی کردیم و دیدیم که بچه‌ها بسیار مهارت کلان دارند و خواهش کلان دارند، مهارت‌هاشون هم خوب است، تالنت‌های نقض دارند. برای همین تصمیم گرفتیم که یک کلوب، یک تیمی دسته فوتبالی تاجیکان خودمون رو تشکیل کنیم. بهترین تیم شما الکی رسمی شده است یا اینکه نه؟ بله، ما در پیرامید انگلیس در لندن فوتبال اسوسییشن ما خود رو رسمی ثبت نام کردیم. تاجیک یونیتی فیکه با نام تاجیک یونیتی فیکه و بعداً با میدل سکس کانتی لیگ رسما دعوت یافتیم. این در پیرامید لیگ انگلیا ایزینه پایانی میباشد، ولی هم شانس ها بسیار است که به زینه های بالا رویم. وقتی که برد میکنیم لیگ ها را میبریم و میتونیم با بالا رویم بعداً با زینه های بلند. تشکر زیاد. و بعداً آیا شما الکی یگان سپانسر تشکیل کردین یا که دارین یگان سپانسر که شما را کمک کنه؟ چون که ما میدونیم بیرون از وطن کار کردن و باز از پشت این کارها شدن خیلی قین است، یا که گروه تشکیل کردن و نامدار شدن چون همچون تاجیک خیلی قین است. و آیا شما یگان سپانسر دارید یا اینکه اگر اجازت بدید منم گروپی که شما دارین در یعنی که سایت خودم میمونم و شاید برادرای هستن که در دیگر کشورها هستن یا اینکه شاید در دیگر شهرهای ویلیک بریتانیا هستن لیاقت خوب دارن و میتونن که در دسته شما یعنی که همراه شوند. آیا اجازت میدهید که برادر و اکاهایی که در دیگر شهرهای ویلیک بریتانیا هستن اما مهارت خوب دارن و بیان در تیم شما یعنی که یکجا شوند؟ آیا چی گفتنی ها دارید به اون برادرایی که شوق رغبت زیاد دارن برای فوتبال؟ چخیلی که میبینه همه اینها همون برادرانی هستند که همون خواهش داشتن در وقتش، ولی اینها کوشش کردن، خواستن کردن. ولی ما برعکس اجازه ندیم، برعکس خرسند میشویم، آنها رو پیشواز میگیریم. کدومی مهارت دارد، کدومی شوق دارد، میخواهد بازی کند، حتما این تمرین ها همش برای در به همه باز است، آمده تمرین کنن. بعضی برادرها هستن که روز یکم حوزه امروز اومدن، آنها رو میبینیم، با آنها تمرین میکنیم و مهارت اونها رو میسنجیم، بعد با کم دسته اونها رو قبول میکنیم. آیا شما دسته شما رسمی نفرای خودش دارد یا که نه؟ حالا نه، بعضا هستن بچه‌هایی که از اول با ما بودن، با ما بودن، آنها نیز یکی از تشکیل کنندگان هستند. آنها نیز با ما اقدام کردن که این تیم، این دسته رو تشکیل کنیم. ولی رسما اون 24 نفر یا 25 نفری که باید ما رسما در زیر دسته قید کنیم، حالا اونها رو ما انتخاب نکردیم. رسمات رو میشود، نگاهبینی میشود. چه خیلی دیدی امروز با ما مربی کسبی اومد، اون هم با ما یادم میکنه که ما بچه‌ها را قبول کنیم، در جای خود بگذاریم، بعداً ما رسما دسته خود رو با آدمانش یک جا میکنه تیم خودتون رو تشکیل میکنه در لندن. تشکر زیاد برادر و پجانایی که شما در ویلیک بریتانیا قرار دارین. با این نگاه نکرده اگر شما زن هم باشید خواهش میکنم با دیگر برادر اپاهایی که یا که دیگر شهروندان ما که در دیگر دولت ها قرار دارن، یعنی که اگر امکانیت باشد ما در اینستاگرام، یوتیوب، تیک توک، تلگرام تمامی سایت های رسمی که برادر شده شده است از طرف تاجیکان لندن رسما میمونه و شما میتونه که اگر از دستتون کمک نیاید خطیب اقلا پدیلی سکنین تا دیگر برادر و اپاهای ما پیدا شوند که
ҳамчун як ёрдамчӣ ба ҳайси лайк ҳам бошад ё ин ки комментари худашон ҳамин тими тоҷиконе ки аз нав шурӯъ мекунанд ба як қуллаҳои баланд бирасонанд. Худо хоҳад саволҳои худтонро дар комментарӣ бинависед ва ма яъне ки соавтор мегӯянд, яъне ки бародарам тими худашонро пайваст мекунад дар Инстаграм. Саволҳои худатонро битеншон ва дароин ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як тоҷикони рӯи дунё дастгири бародарои тоҷик дар дигар давлатҳо шавем. Ташаккури зиёд бародарҷон. Худо нигаҳбон барои тамоми бародар акаҳое ки дар ҳамин гуна корҳо яъне ки сами худашонро мегузоранд, ҳамчун як тоҷик аз номи худам ташаккури зиёд мегӯям. Ассалому алайкум аз Лондон.